بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنید. الحمدلله امروز ما در خانه خدا مسجد تاجی محل حضور داریم. امروز الحمدلله هر روز کاری ما خدا خواهد ادامه داد. من چندین محله ها و یار خدا خواهد نوبت که اومده در خانه خدا خدمت دارن. الله ان شاء الله مبارک شو بگردوند الله سبحانه و تعالی. و این چنین اون برادری که از دور و نزدیک خدا خواهد برای ما دستیاری دراز کرد، چه از تاجیکستان، چه از قرقیزستان، چه از ازبکستان، چه از قزاقستان، چه از شهرهای دوردست. الحمدلله حصه خوش نگذار دستادیان الله سبحانه و تعالی همه همو برادر الله سبحانه و تعالی اله راضیشتگی باشد. اله در امروز در رزقش، در کسب و کارش، در خاندانش ان شاء الله برکات عطا. چی مقصد چی آرزوها دارن، خود دینی است و خود دنیا با فضل و کرمش برای خیر بگرداند.